پس از هیچ ناحیه خطر نیست. نه اصلا خودی از یا ظالم است دمی مقدماتی که برای خود پیش کرده. انما کان قول المؤمنین، بله یک طایفه منافقین است، یک طایفه دیگه مؤمن است. آل مؤمنی واقعی الله تعریف میکنه که در مورد فیصله الله و رسول الله چه قسم باشه. انما کان قول المؤمنین، یقینا هست شان مؤمنا یعنی گفتار مؤمنا چی است؟ اذا دعوا الی الله، زمانی که دعوت داده میشه به سوی کتاب الله و رسولی، به سوی پیغمبر علیه السلام و حدیث صحیح پیغمبر علیه السلام. چرا دعوت برش داده میشه؟ لیحکم بینهم، که فیصله کنه در بینشان. ای یقولوا، این میست قول مؤمنا که میگویند به خوشحالی، به رغبت، به رضامندی، به سینه فراخ، سمعنا، شنیدیم کلام تو را، سخن تو را شنیدیم، خیر ببینی، و اطعنا، بالکل تابعداری کردیم، ما تابعستیم. و اولئک هم المفلحون، اینمی مردما رستگار هستند. الله رستگاری را به می طایفه مؤمنا بیان میکنه که قولشان، گفتارشان همیست، خوش میشه. کسی که یارا دعوت میده به سوی فیصله کتاب الله و سنت رسول الله بسیار خوش میشه و میگه که بالکل ما شنیدیم سخن و بالکل عمل میکنیم. این شان مؤمن است. در مورد فیصله که کتاب الله و سنت رسول الله میکنه، مؤمن باید امیر رقم شان داشته باشه. در غیر ازی خیلی سخت است. امروز دعوت داده میشه، فرق بین نماز زن و مرد است؟ نه نیست. چرا؟ به خاطر که در حدیث صحیح ثابت نیست. حالی دیگه قطعت قبول نداره. چی میگه؟ نه حدیث بان، حدیث بان، حدیث بانیم خیر چی رو بگیریم؟ کدام طرف بریم؟ حدیث بانیم رهبری ما کیست؟ طریقای عبادت، روشای عبادت کی برام نشان داده؟ حدیث بان. یک گپ نیست، خود شما رو برو شدی بهم چو گپا. با امام میگه که اینجا حدیث پیامبر است، او میگه بله حدیث است، خود در مذهب ما نیست. در مذهب ما نیست، حدیث است. یعنی مذهب ما فوقیت داره، از حدیث رسول الله کرده و ما به حدیث رسول الله اعتنای نداریم. ما نمیخوایم که پیغمبر علیه السلام حدیثش بپذیریم. این گپا بر مردم عادی معلوم میشه. شما باور به الله بکنید، نظر به آیات قرآن کریم آنقدر سنگین گپ است که بس اوقات آدم از دینم میکشه، دین برش باقی نمیمانه. چطور شده میتونه که صریح حدیث رسول الله را بشنوی باز تو نه در زبان تسلیم شوی و نه در عمل؟ 10 مرتبه همینجا شما در صف بگوی که حدیث بخاری است، شما باور به الله بکنی اگر این مردم قبول کنه، نمیکنه قبول. حدیث صراحتا برش بگو، قبول نمیکنن. علت چیست؟ غلوه در حق امامای اجتهاد، در حق هر 4 امام، متبعینش، مقلدینش، غلو از حد تجاوز کرده. برای از فوقیت داده مثل پیغمبر واره معصوم میدانه. آدمی دانشمند قسم میخوره که یک سخن امام ابو حنیفه رحمه الله این چی نیست، این غلط نیست، خلاف قرآن حدیث نیست. دین روز هم یک برادر روان نکرده بود که کل فیصله و احکامی که امام ابو حنیفه کرده مطابق سنت و چیست؟ مطابق حدیث است. این عقیده است، باور است. خیر چطور شوالی؟ چی رقم فیصله بکنیم؟ حدیث رسول الله بجا است. امروز برو به مردم بگو که او مردم برابر شانه استاد شوه، پایا درست شانه تانه بچسبانه، پای تانه بچسبانه. این در حدیث است، قطعت قبول نداره. عالم امی مذهب بیار بشانشه، بگو بیا کل کتابا را برش بیار از مذهب خودشه، برش ثابت کو که زیر ناف گرفتن چی است؟ ضعیف است حدیثش و سر سینه قوی است، بالکل به چشم سر میبینه، عمل نمیکنه، نمیپذیره. چرا؟ شان مؤمن کدام است؟ من نمیگم کتاب الله میگه، کتاب الله میگه شان مؤمن است زمانی که برش دعوت شوه به سوی کتاب الله و سنت رسول الله به سر و چشم میپذیره او دستی عمل میکنه. گپی عادی نیست. به الله قسم کامیابی ما در اطاعت الله و رسول الله هست. ما مامور به اطاعت کسی دیگری نشدیم. بله علما خدمت بر ما کرده، قدرش داریم، احترامش داریم، به خاطر ازی که عرق ریزی کرده در جمع کردن مسائل دین. اما مسائلش کلش حق نیست، مسائلش حتما خطا دایش میآید. چرا؟ به خاطر که معصوم نیست. معصوم یک رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه معصوم نیست. چی جای ازی که ائمه بعد از او تابعین و تبع تابعین و علما باشه و خود چی طور است. لیکن مردم
اما حد معصومیت به ائمه قائل است، حدیث پیغمبر را ترک کرده، نمازها را ببینین. خیا امو 4 موضوع را ما براتان گفتم، پیشم نمیریم. همین 4 موضوع را بر ما بگویید. 4 انگشت که مسافه پای خود استاد میشه میره بر ما بگوید. تو برش میگم دلیلم آورده نمیتونه و اونجا حدیثای پیامبر علیه السلام در صف جور کردن آمده که شانه و پای بچسبانه، اوی وقتی چسبیده بشه که مسافه پای انسان برابر شانه باشه. صریح حدیث است، عمل سرش نمیکنه. خیر چی؟ تسلیم شدن به حکم الله و رسول الله چی رقم می باشه؟ اونجا برش میگی که پیغمبر صحابه در زبان نیت نکردن، نیت قصد و اراده قلب میگه. ای بالکل گپی تو را نمیپذیره. نیم ساعت استاد است نیت کرده رایسته و خصوصا که تو را ببینه دیگه وقت اگه نمیکنم که تو را ببینه شروع میکنه نیت در زبان میکنه. آنقدر ضد داره قطی تو. ضد قطی تو چرا داره؟ خود ضد با حدیث رسول الله داره. تو چیستی؟ ولی اگر کسی نیت به زبان نکنه، این موضوع شخصی توست، موضوع کاکایت است یا پدرت، این موضوع شریعت است او شریعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم است. او که خطی تو ضد میکنه، در چی ضد میکنه؟ مسئله پلوان است، مسئله موتر است، مسئله خانه است، چی است؟ به الله قسم این مردم بدانه که بس اوقات به الله قسم از ایمان برآمده، توسط همین قدر گپا کافر شده، لیکن نمیدانه. قرآن میگه، من نمیگم. منافق اونجا بیان کرد، مؤمن اینجا بیان کرد، دو فریق جور کرد قرآن کریم. منافق است زمانی که دعوت میشه به سوی فیصله الله و رسول الله، اذا فریق منهم چیست؟ معرضون است، رو میگردانه، عمل سرش نمیکنه، باور سرش نداره. ما شدت و سختی را در این موضوعات و مسائل که میکنیم به می خاطر شما عالی براتان معلومات کافی نیست. انشالله آینده براتان واضح میشه، خصوصا علما را ما میگم. شما علما یک دفعه دقیق شوه، آینده براتان واضح میشه که تقلید چقدر مفاسد به بار آورده و تمام مفاسد از همین تقلید برخیسته. کدام تقلید؟ تقلید کورکورانه، روی دلیل حرکت نکردن، که چقدر بدبختی ها را به بار آورده از دست اینمی تقلید است. اول آدم نمیفهمه، اول آدم تقلید این قدر دوست داره که پرسان نکو. زمانی که یک کمی زندگی تا پیش کنی و تحقیقات در کتابا شروع بکنی در قرآن و حدیث، بعد از او برات معلوم میشه که تقلید چقدر مردم خراب کرده. تقلید است. تو حدیث بخاری را برش میگی پای دست چیز تا پای شانه تا بچسبان، او نمیچسبانه. تو حدیث تیر میکنی و نمیکنه. الله متعال میگه که شان مؤمن است که وقت دعوت به سوی فیصله میشه، به سوی کتاب الله و سنت رسول الله، ای یقولوا سمعنا و اطعنا، که ما شنیدیم، بس تا گوش ما رسید، و اطعنا، بالکل ما تابعدار شدیم دیگه. الله میگه اولئک هم المفلحون، کامیاب همین مردم است کسی که از فیصله الله و رسول الله سرپیچی داره. حدیث صحیح صریح تو عالم دکترام گرفته، مفتی صاحبام هستی، ترجمه قرآن هم میکنی، حدیث صحیح را شنیدی، خودم عمل نمیکنی، مردمم دعوت نمیدی و در مقابل حدیث ضعیف کل عمر عمل میکنی، چی جواب داری برام؟ آیا حدیث ضعیف قابل عمل است؟ اولی را برام گوی حدیث ضعیف حکم سرش ثابت میشه، تو کل عمر زیر ناف دستی تا بسته کده رایستی. بیار برام سند بیارنی، حدیث صحیح دیگه موجود است. خو عوام خو که نکرد نمیفهمید، تو خو میفهمی، از تو خلو سوال میکنه. و من یطع الله و رسوله، کسی که طاعت الله را داره و رسول الله را داره، کسی که قانون الله متعال، نظام الله متعال میپذیره، به او تسلیم شده، و رسوله او تسلیم شده به پیغمبر الله متعال، یعنی امین نظام الله را، امین عبادات الله را به طریقی پیغمبر خوش کرده، به طریقی پیغمبر انجام میده. و یخشى الله، می ترسه از الله متعال، و یتقه، می ترسه از الله متعال و یتقه، پرهیز میکنه از مخالفت حکم الله، نمیخواه که در مخالفت حکم الله واقع شود. فاولئک، اینمی تر مردم که اینمی قسم صفت داره، هم الفائزون، اینمی ها کامیاب است. کامیاب اینمی طایف است، اینمی مردم است. اطاعت الله و رسول الله را میکنه. گفته که اطاعت مولا امام میکنه یا پیر صاحب میکنه،
ایره نگفته. قرآن گفته اطاعت الله و رسول الله. و اولی الامر منکم، اونجا خامده و اولی الامر منکم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اونجا اولی الامر چی رقم گفته؟ علایده اطاعت گفته مستقل. اولی الامر که در زیر فرمان الله و رسول الله روان باشه. زمانی که پایش کج شد اطاعتش نیست، قطعا نیست. پیدا کرده نمیتونی. خودی آیت برات همونجا جواب میگه. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، قسم یاد میکنه به نام الله متعال جهد ایمانهم، قسم های خیلی مؤکد تاکید شده. چی میگن؟ قسم های زوردار. لئن امرتهم لیخرجن، اگر تو امر بکنی یارا به جهاد خامخا یا میبرای امرای تو در جهاد برآمده نیسته. حالات منافقین همینطور است. قسم میخوره که اگر ما مامور به جهاد شدیم میبراییم. قل بگوی پیامبر علیه السلام لا تقسموا، قسما یاد نکنی. گپ در زبان نیست، قسم خوردن نیست، گپ در عمل است. در میدان چی دیده میشه؟ طاعت معروفه، چند توجیه هسته. طاعت معروفه، طاعتی که خیلی مطلوب است از شما، اونمو خیلی مهم است. این مهم نیست که در زبان چیزی قسم یاد کنی، خب بر بگویی، زبان تیز داشته باشی، هر طرف ملاق بدی. طاعت معروفه لازم است بالای شما. طاعت یعنی قبول کردن امر معروفه که او مطلوب است از شما، معلوم دار است، او را عملی بکنی. یک معنی. دوم معنی، لا قل بگوی پیامبر علیه السلام لا تقسموا، قسم یاد نکنی. طاعت معروفه، اطاعتکم طاعت معروفه. طاعت معروفه، اطاعت معروف باشه، یعنی که در عملم پیاده شوه. اطاعت زبان نباشه که تنها در زبان میگی او در عمل با سبارز بهانه و حیله کرده رایسته. در جنگا و جهادا میطور بود دیگه. قل بگوی پیامبر علیه السلام لا تقسموا، قسم یاد نکنی. طاعت معروفتون، طاعتی که معروف باشه، یعنی مطلوب است از شما کدام طاعت طلب شده ای را اطاعت بکنی، فرمان برداری بکنی. خیر من چیست اقسامکم، از قسمایتان که امی طاعت ای بهتر است از اینکه شما قسم یاد میکنی. هیچ قسم یاد نکن، هیچ در زبان لاف نزن، در عمل پیاده کو که یقینا تو کیستی و چقدر پابند استی، چقدر باورمند استی به این نظام و به این پیغمبر، به رسالتش، به اوامرش. تنها به زبان نمیشه که قدم قسم یاد کنه. ان الله خبیر بما تعملون. در یک نکته کلی گپا را جمع کرد الله متعال. ان الله، یقینا الله متعال، خبیر، خوب خبردار است، بما تعملون، با آن چیزی که انجام میده. حالی که تو قسم میخوری یا لاف میزنی، این کلش الله میدانه، از کسی دیگری خب پنهان کرده میتونی. خب با نمود میکنی که دلسوزی مردم هستم، اما در اونجا اره را برای درخت اسلام بند کرده رایستی، اره کرده رایستی، از الله خود گم کرده میتونی. قل بگوی پیامبر علیه السلام به این منافقین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت الله را بکنی و اطاعت رسول الله را بکنی. مستقل اطاعت است از الله، مستقل اطاعت از پیغمبر، مستقل اطاعت الله در قبول نظامش است. کدام وحی که روان کرده، شریعت و نظام روان کرده، بپذیر. اطاعت رسولش است که به کدام نقشه و طریقه پیغمبر علیه السلام امین نظام الله را پیاده کرده، تم پیاده کو، یک بلستی طرف و طرف نشو. از همون خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه ما دو توحید داریم، دو توحید. الله عجیب بصیرت برش نصیب کرده بود در فهم دین. گفت دو توحید داریم، یکی توحید الوهیت است که کل عبادت ها را خاص برای الله متعال میسازیم، عبادت به هیچ کسی دیگری نمیکنیم، یک توحید است. دوم توحید، امی عبادت الله را به یک طریقی رسول الله میکنیم، به طریقی هیچ کسی دیگری نه، هیچ کسی دیگری نه. این توحید از ما مطلوب است، الله از ما مطالبه کرده. پس چطور شده میتونه که نماز از دیدگاه شافعی باشه، نماز از دیدگاه حنفی باشه، نماز از دیدگاه مالکی باشه؟ چرا نمیگی که نماز از به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ روش نماز رسول الله از تکبیر تا سلام، از شیخ البانی رحمه الله بخوان. تو اگر تو رعایت مذهب میکنی، یقین به الله بکن، اگر کلی سنت ها و طریقه پیغمبر پورا کرده بتانی، نمیتونی پورا کرده. یک حنفی دعای قومه و جلسه را نمیگه،
میگه؟ دعاهای دیگر در رکوع و سجده نمیگه. مولای ما میشه سوال کنی ایجاد نداره. اگر مالکی شدی دستای اعلا کو در حالی که یک حدیث وجود نداره. اعوذ بالله و سبحانك اللهم و بسم الله رایج نگوش رو الحمدلله که مالکی هستی دیگه. اگر امام شافعی رحمه الله شافعی شدی باز به طریقی سنت رسول الله عمل کرده پوره نمیتونی. یک روش از رسول الله از پیشت باقی میمانه. اکثر روش رسول الله خفیه خواندن چیست؟ بسم الله. تو مجبور هستی شافعی هستی به جر خوانده بری. تابعداری از رسول الله بکو، از افراد نکو. عبادت الله را به طریق پیغمبر. از او خاطر در قرآن کریم ما مامور به اطاعت دو چیستیم، اطاعت الله و اطاعت رسول الله. اطاعت الله قبول نظامش است، اطاعت رسول الله نظام الله را به نقشه رسول الله عملی کن. فاین تولوا اگر شما رو گردانی میکنی اطاعت نمیکنی پس ضررش برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست بلکه تاوانش بالای خودتان است. چرا؟ فانما علی یقینا بالای پیغمبر علیه السلام ما او ذمه‌واری و او مسئولیت است حمله که لازم کرده شده در ذمه از او انداخته شده. کدام ذمه‌واری که سری از اوست سری از او انداخته شده اونمو است، اونمو قدر ذمه‌واری داره. او چی بود؟ تعلیم و تبلیغ بود. رسان بری تو تعلیم داد، بری تو دین رسان و تعلیم داد تو را که دین است. حالی بعد از او دیگه مسئولیت نداره. تو اطاعت میکنی یا نمیکنی؟ پیغمبر مسئولیت خود ادا کرده در برابر امتش. کل مسائل برای ما واضح بیان کرده، نقشه داده. وضو را، نماز، روزه را، همه عبادات الله متعال. دیگه سری از او کدام مسئولیت نیست. و علیکم بالای شما ما اونمو اطاعت و فرمان برداری است حملتم که شما چیسته ذمه‌واری انداخته شده بالایتان. یعنی بعد که او را انجام بده لیکن شما انجام نداده. سری شما او بود که هر حکم و عمل رسول الله را بستر و چشم در زندگیتان تطبیق کنی. آیا کردی یا نکردی؟ خلاص. این آیت تنها نگویم که در شان منافقین است، این آیت اول متوجه نفس خود بساز. خلاص. مؤمن کسی است که او تسلیم میشه، فیصله را میپذیره. این فیصله قرآن است. الله متعال میگه پیغمبر مسئولیت داره، تو مسئولیت داری. مسئولیت پیغمبر تبلیغ احکام الله و تعلیم احکام الله. هم احکام الله را رسانده، هم تعلیم داده. بس آلی عملی کردن سری توسته. کدی یا نه؟ چه قسم روزه گرفتی؟ کلی اعضا یا تنها دهنه بند کردی از خوردن نوشیدن؟ یا چشمم بند کردی، گوشم بند کردی، کلی اعضای تا بند کردی؟ کدامش؟ روزی که به طریق پیغمبر است یا روزی که یک حیوان در اتاق بندی کو؟ کدامش؟ عبادات بری خود کیفیت داره، عبادات بری خود جزئیات داره. تعجب است اگر یک پرزه در یک ماشین کمبود شوه، ماشین کاری خود از بین از کار میندازه، نمیتونه کار بکنه. در عبادات الله متعال اینمی قسم رعایت ها ضروری است. اینمی قسم ما باید بدانیم. یک آدم میاد می مسجد لیکن روی خود اونو طرف دور میده، نماز اون طرف میخونه، گریان هم میکنه، زیاد وقت هم میگیره، نماز نمیشه. چرا نمیشه؟ یک پرزه کمبود است، یک پرزه کمبود است. عبادات ما همینطور است. چی میگه مردم؟ نه روی تا طرف قبله کو دیگه بخوان، الله قبول کننده است. الله قبول میکنه لیکن تو را طریقش توسط پیغمبر تعلیم داده. چرا اون طریقه را انجام نمیدی؟ همینطور است. کدام وقت همینطور کردی که دهنه زمین تیلا کردی و آب جای بسته کردی، باز نه بیل گرفتی که او طرف با آب ببر، او طرف ببر، زیاد نشوه کم نشوه. همینطور کردی که دانه را ایلا کردی برو تا او سر آب میخوره. همین کار کردی. نهال شونده باز گفته که دیگه هیچ غرض ندارم، نه پیوند میکنم، نه آب میپرتم، نه خسکیشم میزنم، هیچ چیز نمیکنم. در یک کار دنیا همینطور بلاپسی نیستی. لیکن در کار دین بلاپسی است. روی طرف قبله کو، خلاص. روی طرف قبله اندوم میکنه، روی طرف قبله دیگه کسان میکنه. قبول میشه؟ نمیشه. ما مکلف هستیم که هر عبادتی ما به طریقی کی شود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله ما را مامور ساخته و اطیعوا الرسول. اطاعت پیغمبر را بکنه. اطاعت پیغمبر در چیست؟ احکام الله را برای ما نقشه داده، به مون نقشه انجام دادن. او ذمه‌واری خود پوره کرده. ذمه‌واری خود شما چیست؟
و این تطیعوها تهتدوا، اگر شما اطاعت بکنی پیغمبر علیه السلام تهتدوا، بالکل راهیاب میشی. بس قرآن کریم میگه حصول هدایت بدون اتباع رسول قطعا ممکن نیست. یک آدم بگه من راه یافته شوم، در راه مستقیم برابر شوم، اما تابعداری پیغمبر نمیکنه. قطعی پیرا ما دشمنی ذاتی نداریم، نه موتری ما را غصب کرده، نه پول پتی ما را هیچ چیزام نکرده. ما در اینجا داریم که پیر صاحب یک روز مدرسه را نخواندی، یک حدیثی رسول الله را یاد نداری. این قدر مریدار از کجا پیدا کردی؟